نیروگاه برق آبی راغون منبع نور، آبادی، شرف، افتخار و زندگی شایسته مردم تاجیک. در این کارزار ننگ و ناموس بنیادکاری ها طبق نقشه و با عزم و اراده قوی ساختمانچیان ادامه دارند. کارهای ساختمان و وصلگری در انشاءات ساحل راست و چپ نیروگاه، بنای ترانسفورماتورها، تالار ماشین ها، نقب های سیمنتاسیونی ساحل چپ، ساختمان سربند، یادروی سربند اساسی و غیره ها با جوش و خروش دوام داشته. مهندسان و ساختمانچیان از تکنیک ضروری استفاده میبرند. از آنکه این نیروگاه به آینده درخشان وطن، رشد باثبات اقتصادی و زندگی شایسته اهالی کشور مساعدت خواهد کرد، انجام با صفت کارها پیوسته زیر نظارت است. امروز در انشاء نیروگاه برقی آبی راغون در همه قیده‌های کاری، کارهای ساختمانی با یک جوش و خروش در یک سطح بلند ادامه یافته است. از آن جمله در سربند همین نیروگاه برقی آبی راغون که حالا ما در اینجا قرار داریم، در اینجا خواباندن موادهای خاکی و سنگی در همه زانه ها، زیاده از 5 زانه ها که هر یک زانه ها موادها و خاصیت های خواباندن خیچ دارد. زانه یادرو که ما در اینجا قرار داریم، در اینجا خواباندن موادهای گیلخواهی رفته ایستاده است که این مواد تحت نظارت دائمی گروه نماینده فرمایشگر قرار دارد و ما هر روزه از رفت کارها شناس میشیم و بر رفت کارهای اجرا شده طبق شرط‌های تکنیکی، طبق استانداردهای بین‌المللی که کارهای ساختمانی حالا که به همین استانداردهای بین‌المللی رفته ایستاده است، اگر این کارهای ساختمانی به استانداردها اگر جوابگو باشد ما بهاگذاری می‌نماییم. اجرای کارهای ساختمان و وصلگری در انشاءات ساحل راست از طرف پودرچی لوتی 3 شرکت جمعیتی دارای مسئولیت محدود تاجیک هیدرو الکترومونتاژ طبق برنامه‌های کاری ادامه دارند. لایحه‌های انشاءات ساحل راست از طرف شرکت لایحه‌کشی افری جمهوری شویتزاریا تهیه گشته. از جانب نماینده فرمایشگر شرکت تراکتیبل الکتروکانسالت بهاگذاری شده ایستاده است. در نقب ساختمانی قبت 4 است4 کارهای نقب کنی و مستحکم کنی موقتی پورا به انجام رسیده. کارهای بتونی کنستروکتیوی و اجرای کارهای روی پوشنمایی با آهن فضولات در عرفه انجام یابی است. عین زمان اجرای کارهای بتونگیری و مستحکم کنی برآمدگاه نقب ساختمانی است4 ادامه دارد. وقتی که دو آهنپاره دیوارهای دروازها با همدیگر وصل کرده شد، بین دو آهنپاره کارهای کفشگری سر بشود. بعدی تمام شدن کارهای کفشگری و همون نقشه که باید با گروه های بلوک هایی که تمام شدن ما گروهی آزمایشگاه را دعوت میکنیم که گروه آزمایشگاه آمده درزهای کفشگری این درزهای آهنپاره را تفتیش میکند. بعدی تفتیش کردن یگان کمبوده باشد اصلاح کرده می شود، اجازه داده می شود برای کارهای بتونریزی پسی آهنپاره ها. باعث افتخار است که در چنین انشاءات عصر کار و فعالیت کرده ایستاده ایم و از روی نقشه و چاره‌بینی های حکومت جمهوری تاجیکستان کار و فعالیت کاری همین نقب است4 از روی نقشه به اتمام رسیده ایستاده است. ما همین کار رو کوشش کرده ایستاده ایم که در مهلتی معین شده به اتمام رسانیم. بنیادکاران نیروگاه برق آبی راغون اجرای کارهای مستحکم کنی نشابی‌های برآمدگاه نقب‌های آپارتو در سطح بالایی آبانبار و نقب‌های آپارتوی سطح بالایی با نظر داشت کارهای وصل و نصب کنی را ادامه داده. در نقب نقلیاتی ت39 کارهای نقب کنی و مستحکم کنی موقتی در عرفه انجام یابی بوده. در انشاءات مذکور بتونگیری کنستروکتیوی به انجام رسانیده می شود. در نقب‌های سیمنتاسیونی طرف راست نیروگاه برقی آبی راغون که شماره‌شان به 6 عدد برابر است، طبق نقشه معین کارهای ساختمانی از جمله کارهای بتونگیری، سیمنتاسیون پرده آببند، نقب کنی و مستحکم کنی موقتی سامان داده می شوند. عیناً همین حال در انشاءات ساحل چپی نیروگاه برق آبی راغون به نظر می رسد. کارهای ساختمان و وصلگری را در این قسمت کارخانه‌های قدرتی امزه شهری نورک و آریانا طبق برنامه‌های کاری اجرا می‌کنند. لایحه‌های انشاءات ساحل چپ از طرف شرکت لایحه‌کشی افری جمهوری شویتزاریا تهیه گشته. از طرف نماینده فرمایشگر شرکت تراکتیبل الکتروکانسالت بهاگذاری شده ایستاده است. باید گفت که بنیاد نیروگاه برق آبی راغون هدف اساسی و افضلیت‌ناک سیاست انرژتیکی حکومت جمهوری تاجیکستان میباشد. از این رو انجام کارها در همه قطعه‌های انشاءات
ба таври шабонарӯзӣ сурат мегиранд. лозим ба ёдоварист ки имрӯзҳо сохтмончиёни нерӯгоҳи барқи обии Роғунро дастгириҳои пайвастаи бунёдгузори Роғун, пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон рӯҳу илҳоми тоза мебахшад ва шуҷоату матонати беҳамтои онҳо дар ин иншооти бузурги энергетикӣ назир надорад. ташаббусҳои созанда, иқдомҳои наҷиби ҳар фарди ба ору номус ватандӯст бобати саҳмгирӣ дар бунёди нерӯгоҳ имрӯз ба натиҷаҳои дилхоҳ боис шудааст. бунёди нерӯгоҳи барқи обии Роғун армони миллати мосту имрӯз ҳар фарди худшиносу худогоҳ бо истифода аз сиёсати хиратмандонаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳама азму талоши худро баҳри ноил шудан ба ҳадафҳои созанда равона намудааст. коргарону мутахассисон, алалхусус ҷавонон бо майлу рағбати том корҳои сохтмону васлгариро анҷом медиҳанд ва хуб дарку эҳсос менамоянд ки ҳар қадар ин иншоот зудтару хушсифат ба анҷом расад, ҳамон қадар сатҳу сифати рӯзгору зиндагии худ ва ҳамватанон беҳтар ва Тоҷикистон пешрафту ободтар хоҳад шуд.